این داستان پایان یک دوران بود. جهانی کهن در آستانه فروپاشی کامل قرار داشت و بشریت بی خبر از سرنوشتی که در انتظارش بود به سمت تاریک‌ترین فصل تاریخ خودش قدم برمی داشت. آتش، دود و ترس. اینها آوای آغاز یک عصر جدید بودند. اما یادتون باشه جنگ بزرگ فقط توی سنگرها جریان نداشت. نه، یک نبرد پنهان در قلب شهرها و خانه‌ها در گرفته بود. جنگی که بهش میگفتن جبهه داخلی، جایی که تار و پود خود تمدن در حال گسستن و از نو ساخته شدن بود. وقتی میلیون‌ها مرد رای جبهه‌ها شدن، پشت سرشون یک انقلاب خاموش شکل گرفت. برای اولین بار در تاریخ این زنان بودند که جای خالی اونها را در مزارع، در کارخانه‌های مهماتسازی و حتی در خیامان‌ها به عنوان پلیس و راننده پر کردند. این یک تغییر موقتی نبود، این یک بازنویسی کامل در قوانین نانوشته جامعه بود. دولت‌ها برای اینکه شعله جنگ رو روشن نگه دارند، به یک سلاح قدرمند دیگه هم نیاز داشتند: پروپاگاندا. اونها با هیولا ساختن از دشمن، با تحریک عمیق‌ترین احساسات مردم کاری می‌کردند که این قربانی دادن عظیم نه یک فاجعه که یک وظیفه مقدس به نظر بیاد. اولش همه فکر می‌کردن این یک جنگ اروپاییه، اما ورق وقتی برگشت که امپراتوری عثمانی تصمیم گرفت به آلمان و اتریش مجارستان بپیونده. با همین یک تصمیم میدان نبرد به شکلی انفجاری گسترش پیدا کرد. ناگهان جنگ به قلب خاورمیانه کشیده شد و تبدیل شد به یک درگیری واقعاً جهانی. از سواحل خونین گالیپولی گرفته تا شنهای سوزان عربستان، خاورمیانه به یک صفحه شطرنج جدید برای امپراتوری‌ها تبدیل شد. نبرد گالیپولی، قیام بزرگ عرب و البته توافق‌های پنهانی سرنوشت این منطقه حیاتی رو برای همیشه رقم زد. در اتاقهای دربسته و دور از غرش توپ‌ها، آینده خاورمیانه روی کاغذ ترسیم می‌شد. توافقنامه سایکس-پیکو، یک پیمان کاملاً محرمانه بین بریتانیا و فرانسه برای تقسیم کردن سرزمین‌های امپراتوری عثمانی. اونها خیلی ساده با یک خطکش مرزهایی رو روی نقشه کشیدند. مرزهایی که هیچ ربطی به تاریخ، فرهنگ و مردمان اون منطقه نداشت. این مرزهای ساختگی که خواسته‌های اعراب برای استقلال رو کاملا نادیده می‌گرفت، بذری رو کاشت که حاصلش یک قرن بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه بود. میراثی تلخ که تا امروز هم ادامه داره. سال 1917. این سال نقطه عطف جنگ بود. دو رویداد غول‌آسا در این سال اتفاق افتاد که موازنه قدرت رو برای همیشه تغییر داد و سرنوشت نهایی این نبرد رو تعیین کرد. در شرق یک امپراتوری فرو ریخت. روسیه تزاری که در آتش انقلاب میسوخت، از جنگ کنار کشید. این به آلمان فرصت داد تا تمام نیروهاش را در جبهه غرب متمرکز کنه. به نظر می رسید پیروزی نزدیکه، اما در غرب یک غول دیگر تازه داشت از خواب بیدار می شد. ورود آمریکا به جنگ فقط به معنی سرازیر شدن 2 میلیون سرباز تازه نفس نبود. نه، این یعنی قدرت عظیم صنعتی و اقتصادی آمریکا هم وارد میدان شد. قدرتی که متفقین برای پیروزی نهایی به شدت بهش احتیاج داشتند. بالاخره بعد از 4 سال جنگ بیوقفه اسلحه‌ها خاموش شدند. اما جهانی که باقی مونده بود دیگه هیچ شباهتی به دنیای قبل از جنگ نداشت. جنگ بزرگ یک ویرانه زخمی از خودش به جا گذاشته بود. مهراس این فاجعه چی بود؟ سقوط 4 امپراتوری قدرمند. روسیه، آلمان، اتریش مجارستان و عثمانی همگی به خاکستر تبدیل شدند. مرزهای جدیدی کشیده شد که بذر جنگ‌های آینده را در خودش داشت. این جنگی برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها نبود، بلکه فقط یک مقدمه بود برای فصلی حتی خونین‌تر در تاریخ بشریت. این جنگ جهان را برای همیشه تغییر داد.